در دنیا ملت‌های کمند که چون ملت ما نیاگانشان به آنها اینقدر میراث بای گذاشته باشند و علل خصوص در باب تعلیم و تربیه. از بس که اکثر ما دهقانزاده و دیهاتیم، من کوشش میکنم که بسیار مثالها را در باب تربیت فرزند از کارهای دیهات بگیرم. بیشتری کلانسالان چی بودن کرمک و کرمک پروری را میدانند و میتوانند به جوانان نقل کنند که کرمک و کرمک پروری چیست. یک مردکی مثل من ساده فعلی دید که در کنج خانه‌اش یک پیله مانده است. بعد جمع‌آوری، بعد چند در یک طرف آن پیله سوراخی خردکی پیدا شد و از آن سوراخ شپرک کوششی به بیرون برآمدن میکرد، ولی نمیتوانست زیرا سوراخ خیلی خرد بود. مردک از روی دلسوزی قیچی را گرفت و سوراخ را بریده کلانتر کرد و آن شپرک به آسانی به بیرون برآمد. این مردک از کار خود خرسند امیدوار شد که همین زمان شپرک قنات باز میکند و به پرواز میدراید. ولی قناتهای شپرک نه آن روز و نه روزهای دیگر راست نمیشدند و خودی شپرک هم حال و مداری نداشت و آن شپرک تمام عمرش را که راستی آن چندان طولانی هم نیست بی پرواز و با همان بی حالتی گذراند. این مردک نمیدانست که شپرک برای برآمدن از سوراخی تنگ مهنت میکند. در نتیجه مهنت آن آب مایعی که در بدن شپرک هست به قناتهایش گذشته آنها را به قوت میکنند و او برابری از پیله برآمدن الکی آماده پرواز است. تربیت فرزند هم به همین مانند است. آنهایی که فرزندانشان را به جایهای کاری سرروغن و سرپول تأمین می نمایند باید دانند که فرزندان هیچگاه از این کاری آنها منتدار نمی شوند و به قدر این مهنتی آنها نمی رسند. اگر شما گمان کنید که آن شپرک از همین مردک ساده فعل منتدار است، پس خطا می کنید. درس های کودکانتان را به جای آنها تیار کردن شرط نیست. بگذار وی خودش با دست خودش دو چوبچه را گرفته بالای چوبچه دیگر گذارد و رقم 4 را هم با دست خودش به دفترچه‌اش نویسد. خوش باشید عزیزان دل و دیده.